کورنر کوتاه مصطفی آقاجانی یه لحظه نگه داشت، حالا ارسال داخل محوطه جریمه، امید قربانی ضربه ایستاد، علی آل کسی توی دروازه، گل برای داماش گیلان. علی آل کسی بالاخره علی آل کسی گل میزنه برای داماش گیلان. چه ارسالی کرد مصطفی آقاجانی، تاثیر کاملا مثبت امید قربانی و گل اول داماش در دقیقه 21 به سمت چپ. قربانی بلند ارسال میکنه، علی آل کثیر آفساید هم نبود، دک به دک با دروازه گل 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 علی آل کثیر در موقعیتی که پشت خط دفاعی تیم ایرانجوان برای اون شکل گرفت، توپ رو درون دروازه ایرانجوان